سلام و وقت همه شما ورزش دوستان بخیر. امید که خوب و تندرست و صحت و سلامت باشید و تا این دم روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. جمیل راغب هستم با یک برنامه جذاب دیگر. امید که پای تلویزیون هایتان نشسته و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. خب عزیزان بیننده، در بخش نخست برنامه با هم میریم به تازه ترین رویدادهای دنیای ورزش و دنیای فوتبال. امید است که ما را تا آخر این بخش همراهی کنید. صعود تیم ملی فوتبال کشور در جام جهانی که قرار است 8 سپتامبر با میزبانی کشور ازبکستان برگزار شود، با حضور 24 تیم در میان هواداران تیم ملی فوتبال کشور مثل یک بمب منفجر شد. گفتنی است که این اتفاق در تاریخ فوتبال کشور بی سابقه بوده است. در رابطه با این موضوع سخنانی داریم با سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال کشور که در ادامه برنامه ان شاء الله که روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خب در ادامه خبر داغ و پرسر صدای این شب و روز دنیای ورزش، آغاز سومین دوره لیگ قهرمانان فوتبال کشور در کابل است که در بازی افتتاحی این رقابت‌ها دو تیم کلوب اتلان خوست و تیم جبل سراج در نخستین بازی با هم سفارایی کردند که در نتیجه تیم فوتبال اتلان خوست این بازی را 2-1 پیروز شد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در صورت قهرمانی این تیم‌ها در لیگ قهرمانان فوتبال کشور میتونن که به لیگ قهرمانان آسیا را بیایند. در تازه‌ترین دیدارهای شب گذشته در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا یا UCL دو دیدار جذاب سپاری شد که در این دیدار تیم رئال مادرید در مقابل منچستر سیتی در ضربات پنالتی موفق شد تیم را از سر را برداره و تیم فوتبال بایر مونیخ هم با تک گل توماس میلر در مجموع تیم فوتبال آرسنال بر نتیجه 2-3 شکست داد. عزیزان بیننده، رفت آمد خیلی کوتاهی داریم، با ما بمانید. جان شما خوب هستین؟ خوب هستی بخیر شما؟ بخیر است شکر فرض خدا. میشه شما بگین که مدت چند سال میشه که شما تمرین میکنید؟ 1-3 سال میشه تمرین. خب بسیار خوب. در این مدت 3 سال شما کدام کارنامه‌های در رشته ورزشتان دارید؟ یک بار قهرمانی داریم. خب بسیار خوب. چی باعث شده که شما به این ورزش رو آوردید؟ شوق علاقه بیشتر بود به ورزش رو. خب تشویق کسی هست در بالایتان؟ نه خیر، نه من خودم شوق علاقه به این ورزش دارم، با اون خاطر هستم. خب بسیار خوب، تشکر، زنده باشید. وقت خوش. سلام مجدد و اون عزیزانی که تازه با ما پیوستند. خب قسمی که اشاره کرده بودیم در این بخش برنامه سرمربی تیم ملی فوتبال کشور آقای سعید حامد قریشی را با خود داریم تا روی موضوعات ورزشی با هم بپردازیم. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای حامد قریشی. صعود تیم ملی فوتبال کشور و شما تبریک میگم. بفرمایید. در نخست عرض سلام خدمت شما، تمام دستاندرکارهایتان و بیننده‌های عزیز. صعود تیم فوتسال افغانستان به جام جهانی من از طریق خود و شما و از طریق پرده تلویزیونتان و تمام مخاطبین عزیز ما تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوب، تشکر. خب آقای قریشی، چی باعث شد که ما در نخست رقابت‌ها خیلی قوی ظاهر شده بودیم اما در انتهای رقابت‌ها ما در دور پل‌آف صعود کردیم و به نتیجه بسیار سنگین تونستیم صعود کنیم به مرحله بعدی؟ خب یک سلسله فشارها و استرس بازی‌ها روی بازیکنان بود. از جمله ای که دیدار با تیم ایران، دیدار با تیم ازبکستان، قزاقستان برای بازیکنان ما پیش از پیش باعث استرس شده بود و این در ذهن بازیکنان ما استرس خلق کرده بود و در نتیجه باعث ازی شد که ما در مقابل این تیم درست سفارایی کردن نکنیم. اگر متوجه باشیم ما خیلی یک بازی جالب آغاز کردیم ولی چون استرس این تیم های بزرگ روی بازیکنان ما فشار آورد و بازیکنان ما نتونستن یک بازی خوب ارائه کنند. آقای قریشی، شما اشاره به استرس کردین. استرس چی باعث شده بود که بازیکنان استرس داشته باشن؟ خب این من حیث یک تیم تازه ظهور کرده و یک تیم جوان، این برای نخستین بار بود که بازیکن‌ها با این ترکیب
و این بازیکنایی که کم تجربه بودن، تجربه کافی نداشتن، ها آمدن و در مقابل تیم‌های بزرگی چون ایران که در فوتسال دنیا حرف اول میزنن، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان یا سفارایی کردن. چون این تیم‌ها در دنیای فوتسال حرف دارن، صاحب تجربه هستن و این باعث ارزی شد و کم تجربگی بازیکن‌های تیم ما باعث ارزی شد تا تجربه اونا بر بازیکن‌های ما فشار بیاره. هرچند که تیم ملی فوتسال کشور در بحرین و ایران کمپ تمرینی هم داشتن، هم درست است کمپ تمرینی داشتن، ولی یک چیز است که بازی‌های دوستانه با بازی‌های رسمی تفاوت دارد. چون در بازی‌های دوستانه استرس بر روی تیم نیست، ولی در بازی‌های رسمی و رنکینگ استرسی وجود دارد. چون حتی اگر یک بازیکن موقعیت را از دست بده و استرس اون موقعیت در ذهنش میمونه و باعث از این میشه تا آخر بازی یا در جریان بازی خود کنترل کردن نتونه و بازی درست و موفق را به مخاطب پسند به مردم ارائه نکنه. خب آقای قریشی، سود تیم ملی فوتسال کشور در جام جهانی چی تاثیر روی رنکینگ جهانی تیم داره؟ خب این برای نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان صعود کرد به جام جهانی ازبکستان که در قرار است در 18 می آغاز شود و همچنان این باعث از این میشه که تیم ما در رنکینگ جهانی جایگاه خوبی را حاصل کنه. چون رنکینگ جهانی نظر به صعود تیم ها و همچنان مسابقاتی که ارائه میکنن اپدیت میشه و همچنان در تازه ترین اپدیتی که در رنکینگ جهانی دیده میشه افغانستان از مقام 12 در سطح آسیا البته از مقام 12 به مقام 8 آمده و از سطح 45 در سطح دنیا مقام 45 داشت، ولی امروز ما شاهد از این هستیم که در رنکینگ 42 آمده. دیگه خود از این باعث نشان میده که در سطح دنیا افغانستان برای نخستین بار فوتسالش شاهد شگفتی بوده. شما اشاره کردین به صعود به جام جهانی که قرار است در 28 سپتامبر سال جاری به میزبانی کشور ازبکستان با حضور 22 تیم برگزار شود. چه آمادگی گرفته تیم ملی فوتسال کشور در این رقابت‌ها؟ خب این تازه صعود تیم، چون صعود تیم خودش یک هیجان داره و همچنان هیجان بعد از اینکه هیجان رفت شد ما کمپ‌های تمرینی داریم با بازیکن‌های ما باید دوباره با قدرت و همچنان با موفقیت ظهور پیدا کنند در جام جهانی ازبکستان. تیم‌های بزرگی وجود دارند از جمله برزیل، آرژانتین و امثال از زیاد تیم‌های بزرگی هستند. افغانستان به احتمال زیاد با یکی از این تیم‌های قوی مخاطب میشه و همچنان روبرو میشه و در نتیجه افغانستان باید حرف به گفتن داشته باشه. به همین خاطر ما کمپ‌های تمرینی را زیر دست گرفتیم. شاید یک کمپ تمرینی در دبی برگزار کنیم و امثال از این چندین کمپ تمرینی دیگر. آقای قریشی، زمانی که تیم ملی فوتسال کشور دوباره به افغانستان آمد است چه استقبال صورت گرفت تیم ملی کشور؟ خب ما استقبال خیلی گرم و صمیمانه شدیم. نه تنها در وقت ظهور ما و وقت رسیدن ما در میدان هوایی ما استقبال شدیم، بلکه قبل از و هنگام صعود و پیش از صعود تیم ما خیلی مورد تشویق قرار گرفت و همچنان مردم و فوتبال دوستای عزیز خیلی به ما انرژی میدادن. در کل یکی از عوامل پیروزی افغانستان و رسیدنش به جام جهانی میتونیم بگیم همین تشویق مردم بود که تشویق مردم و استقبالی یا باعث شد ما یک بازی‌های خیلی خوبی را ارائه کنیم و همچنان وقتی که ما رسیدیم از طرف فدراسیون فوتبال از طرف مردم خیلی استقبال صمیمانه شدیم که حتی خود جناب کارگر به استقبال ما آمده بود و این نشان میده که دنیای فوتسال افغانستان خیلی پیشرفت کرده و حرف برای گفتن در دنیای فعلی دارن. خب آقای قریشی، به عنوان حرف آخر، حرف پایان به بیننده هایتان اگه داشته باشین بفرمایید. بله کامندایت. و بازم تشکری میکنم از تمام مخاطبین عزیز و تمام بیننده های عزیز و یک تشکری خاص دارم از روی مردمی که در جریان فوتسال و در جریان بازی ها ما را خیلی تشویق کردن و این برای ما خیلی انرژی میده. هرگاه شما با ما باشین ما میتونیم تیم ما را پرقدرت ظاهر بسازیم و از شما هم خواهش میکنم تا حامی تیم خودتان باشیم. خب عزیزان بیننده، این بود داشته های این برنامه که خدمت شما خوبان تقدیم شد. امید که مورد پسند شما قرار گرفته شده باشد تا با برنامه بعد تمام شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت بخیر.